خب این دوستمون جمال شهراد خیلی از صبح مشغوله که این متن پهلوی ساسانی رو به خانم خسروی حتما گرفته بشه. آره این یه تیکه رو حتما جدید فیلم بگیرید. شاید جذابیت که حقیقتا بعد از 1500 باشه مهندس شدیم سده میلادی دیگه سده ششم میلادی مسلمی وارد ایران 1500 سال حتی درسته؟ اینقدر گذشته فکر نمی‌کنم از اون موقع کلام پهلوی ساسانی اینجا خونده شده باشه، یعنی مورد قبلی هم فکر نمی‌کنم از هیچ کدوم از گروه‌ها اینطور اجرا شده باشه به این شکل. این متنی که حالا بی تقصیرم متنی که هستش شما تنظیم کردین از اندرس‌های آذرباد، مهر اسفندان، دیگه از چه کسی از دیگه از چه قسمتایی؟ یه قسمت هم از اوستا. یه قسمتایی هم از اوستا. شاید اندرزهای آذرباد، مهر اسفندان تو خود اواخر دوره ساسانی که زیاد خونده میشد. اوستا هم که تو کل این دوره و تا بیشترش از دوره اشکانی بوده از دوره دمشق. خب یه امکان داره چون در زبان پهلوی الان دارید می‌خونید درسته؟ نمیدونم حالا ترجمه‌شو قبلش می‌خونید یا بعدش یا همزمانه؟ همزمانه، یعنی هر پاراگراف تموم شد ترجمه‌اش هم باشه. ببخشید آقا آتی هستی وسط زیاد مهندس اقراق اولیش بله شما لطفاً شروع به یاری اهورامزدا اشم بابا بیشتم استی اوشتا احمایی حیات اشای و اشتای اشم برساد و بپذیر و بنوشاد دادارون مزد رایومند و خرومند پسند یزدان باد مینوی علی بهش بلند و گوش و رام خشنوت رهوره مزدا پرستس هیچه پرابران مزدی است نیزرتوشیش بیدهه و اهوره تکیل شد. به نام یزدان خاک اینک که بهترین اشویی را برگزیدند تو را با دیده دل نگریستم باشد که ای اهورامزدا خوشنودی پیروانت خوشنودی تو باشد اینک که کمربند دین و آیین مهر را بر کمر خود می‌بندم عهد می‌کنم که دین مه مازده یزدی را گسترش دهم و آن را به فرزندان خویش بیاموزم. ایدون باد ایدون باد ایدون ترج باد. حدنام یزدان هندرز انوسک روان آدرباد مارسپندان ای پیدی شعود و بدروی فرزانگان تنگیز در نی و قید و آذر گشست به روان ابستن راد و دیری منگ و آدور بدر روان قیدی درست و زرتشت و اسپندهمان زردست گفاء عتق و عکس و بسی مانترا ابر فهان اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان این پیداست که آذرباد را فرزند تنوزاد نبود و از آن پس آبستان به یزدان کرد دیر نآمد که آذرباد را فرزندی بود. پس از برای درست خیمی زردشت سیتمان او را زردشت نام نهاد و گفت که برخیز پسر من تا تو را فرهنگ
یادی حیثیمه گری بکه هزار شه جسم اون که مزده و هوچه شیرم مزدی دینه و هو مهدینه ارمه و عباشتینه. ای پسر من که فندیش باش نه گناه اندیش که مردم تا جاودان زمان زنده نیستند که چیز مینو بایسته تر است. این منکو روشی برابران مزده اسمو بودان میده ادست جمعی تر بستوته. آن از دست رفته را فراموش کن و آن نیامده را تیمار و رنج مبر. انگرم مینو یابن که شک امات بین بیبوش بی گناه باش تا بی بیم باشی. ابیت بس و ابی بیم بیمه راست گویی ست و ابسته راستو باش تا استوار باشی. و هور درویش ویشته عقده مطیع باش تا مورد اعتماد باشی. افگن را دست پیدو مد یزنو از روان دینه هوست هنگره پس گوییت دهلت دهون درده ایو بنکو درستو. اگر خواهی که از کسی دشنام نشنوی به کسی دشنام مده. پد همه جیمه جیا که کو بینی درونه بینی چرتی ز ابیات و بنا. با آن مرد که پدر و مادرش از او آزرده و خوشنود نیستند همکار نباش که داوری تو را به فریب نبرد که در این حال تو را با کسی دوست و محبت نبود. انگرمینو دینیا میرو دسته زردوش اوستا دینه اننکو مینو. در انجمن هر جا که نشینی نزدیک دروغزن منشین که تو نیز بسیار دردمند نشوی. دست و همت و عینی خبرشت و دینی کوخ کسپنت و دینی انگرم مینو دینی روش. که اگر همت به اندیشه و خوف گویید به گویش و هوریش ورزید به عمل آن روان خویش را بهترین جایها بسپارید به همت و خوف و هوریش. بود قدری که بیش پس امی انجام چینته ایا لبات و مهدین پارسیان هنوسه که روان تعود و عدربند مارسپن تمام ماند یسنا یعوش فربند ایزدان. و تو را گویم پسر من که خرد بهترین خوشبختی برای مردمان است. انوشه روان باز آذرباد مار سندان که اندرز کرد و این فرمان را ایدون باد.